سلام بچه‌ها، کسانی پوتین هستم. بچه‌ها امروز اومدیم با مود شب زدیم. خودم اولین بارم آلکاتاز رو با مود شب باز میکنم. بتلو خود قدیم مود شب بود، یکی دو دست قدیم، نزدیکم 2 سال پیش یا 2 سال و نیم پیش مود شب تو بتلیه 2 دستی بازی کردم، ولی الان برای اولین بار آلکاتاز دارم با مود شب بازی میکنم. مود شب که نمیشه گفت، ولی اگه خواست اکتیویژن یه آپدیت خواست بده به آلکاتاز مود شب بیاره، دقیق بهتون دارم قول میدم. حالا شاید یه خود از این چیزی که داری میبینی یه خود روشن‌تر باشه، از این ویدیویی که آلکاتازی که داریم میبینین روشن‌تر باشه، ولی لامپ داره، لامپ نداره. ببین من بازی چیز کردم، یه خودم شبش کردم، بهتونم یاد میدم تو ستینگ چجوری برین مود شب کنین. کار خاصی نمیخواد بکنیم، میرین اون قسمت گرافیکتون، این گرافیکتون رو کم و زیاد داره، پایین تر از اون یه دونه کاستوم رو بزنین، ترکیب داره 1 2 3 4 فرق نداره، باز هر کدوم رو بزنین دوباره میره سر 1 اگه سر اون کاستوم چیزی اصلا اکانتتون سرش کاستوم چیزی نباشه. بعد بچه بزنین کاستوم بهتون یاد بدم. الان یه دونه چیز میاد تو صفحه، یه دونه تنظیماته، میرین این کپی میکنین میذارین یا خودتون تنظیم کنین چیزاشو. یه خودم مات افتاده دیگه، ببخشید، یه خودت با دقت نگاه کنین ببینی عدداشو، بهتون میگم عدداشو بچه‌ها. حالا اگرم چیز شد بهتون توضیح میدم بچه‌ها. ولی واقعا مود شب قشنگه، ولی یه سی که بده لامپ نداره. مثلا توی خونه بری، من راه میرفتم از لوت میفهمیدم کجا دارم میرم، یعنی اگه لوت رو زمین نبود نمیدونستم کجا دارم میرم، اینقدر تاریک بود، به سختی میتونستم جلومو ببینم. بعد خیلی سخت بود بخوام یکی رو بزنم یا یه چیزی، اینش یه خود سخت بود، ولی قشنگه. مکان مود شب بیاد تو آلکاتراس خیلی قشنگه، حتی تو بتل دوباره اگه برگرده. حالا اگه خواستی این مود شب رو تو بتل هم میزنم تست کنیم، ولی من بهتون قول میدم اگه آلکاتراس بخواد یه آپدیت بده اکتیویژن مود شب بیارن، دقیق همین شکلی میاره واسهتون. فوقش لام داره خونه، این خوبه، فوقش لام نداره. حالا شاید هم آلکاتراز مود شب داشته، من نمیدونم، آخه من دیگه اوناشو یادم نمیاد، ولی فکر نکنم داشته باشه آلکاتراز مود شب. بتل داشت ولی آلکاتراز نه. یادم یه خود یادمه اکتیویژن گفتش میخواد بیاد ولی نیاوردش. قرارم اومد تا یه خودم الان دقت کنی بعضی خونه های آلکاتراز لامپ هم داره. بچه این یارو هم به نمیدونم بات بود دیگه که من قرائت دادم، اگه پلیر بود که میزد ما رو. ولی بچه واقعا یه سی بگم، واقعا سخت بود جلو چشم ببینم، یعنی هیچی رو نمیتونستم ببینم. مثلا با لوت میفهمیدم کجا. بیرون بودم خوب بود، یه تم شبیه بود، الان اینجا بیرونم یه چیزایی معلومه، ولی توی خونه بری و اصلا نمیفهمی کجایی، فقط از لوت باید بری. 2-3 بارم منو زدن چون اصلا معلوم نیست چجوریه کجام. و بچه ها صبر کنین، الان آموزش این چیزا هم بهتون میدم. کاستوم ها الان واسه تون رو صفحه میارم ببینید. بچه ها روی صفحه آوردم، بچه ها ببینین اینطوریه. مثلا میرید تو همون کاستوم ها بهتون توضیح، الان یه اومده رو صفحه 4 رو باید بذاری، خودتون نگاه کنین دیگه. اگه یه خودم ماته دیگه ببخشید، ویدیوی این قسمتش یه دقیقه استوب بزنین اونجایی که این چیزو آوردم قشنگ ببینین. اون یکی 982 4 اون یکی رو دیگه یاد نیدم با دقت، ولی دقیق همین شکل. اگه بخوای آلکاتراز مود شب بخوای شب پلی بدی بدونی شب این شکلیه آلکاترازی، ولی بچه ارزش نداره بخوای
آلکاتوز اینطوری بازی کنی، کلا میگم ها. حالا واسه یکی دو دست نداره. حالا منم کلا یه دست بازی کردم، دوباره کاستومم همون کاستوم دیفالت خود چیزش کردم، بازی کردم. ولی بخوای چیز کنی به درد نمیخوره این شکلی حرکت بزنی، اینطوری بشی. یه دست نداره بخوای این کار کنی، ولی اصلا هیچی نمیبینی. یعنی بیرون باشی میبینی چیزی کسیو، ولی بخوای بزنی یا شلیک کنی سخته. بعد بچه کم مونده یکی بشین، داریم کم کم یکی میشیم و من خیلی خوشحالم که داریم یکی میشیم، چون هم انرژی میگیرم، هم یه جور شده کسب درآمدم درست شده از یوتیوب. میدونم درآمدی دارم. راستی بچه اگه دوست دارین یاد بدم چجوری کالاف چینی و گارنا رو بیاریم بالا بازی کنیم، توی یه ویدیو دیگه با دقت درباره اون توضیح میدم بعد چی کارا کنی. بعد بهتون بگم بچه اگه خواستین، دیدم حداقل مخاطبای من، شمایی که دارین این ویدیو میبینین، رفیقای من که این کانال رو دنبال کردن، شما رفیقای من که میشین، اگه ببینم گارنا حداقل 6-7 نفرتون داره، امیدوار میشم حداقل یه واسهتون ردیم کد گارنا هم بذارم، گست پلا ردیم کد گست و اینجور چیزا رو بذارم. هرچه دوست دارین ردیم کد. بچه‌ها من اول فکر می‌کردم نسخه گارنا هر چقدر ردیم کد رو بزنی کار میکنه، ولی من واسه اینم پول انقدر دادم چیزو شد فیلتر شکنش خریدم. اگرم میدونستم اینطوریه چیزش نه. ولی یه خوبی داره، ردیم کد یه جوریه یکی دیگه استفاده کنه با یه اکانت دیگه بری دوباره میتونی استفاده کنی. فرصتش اینه که سیزن عوض شه اونم عوض میشه، یا یه ردیم کدش ساعت مثلا روزی باشه، مثلا هفته دیگه بره اینطوری. بعد بچه‌ها بگذاریم از گارنا، درباره همین مود شب توضیح حرف بزنم. مود شبش هم که داری میبینی خیلی قشنگه، حرف نداره اگه اکتیویژن به کال آف مود شب اضافه کنه. من خودم راضیم، خیلی قشنگه. تو مولتی یه مپایی هستن مود شب هم، فکر کنم تو مولتی هم بتونی کاستوم بزنی شیونتو شب کنی، ولی دیگه اصلا به درد نمیخوره شیونتو بازی کنی، چون دیگه هیچ کوری دیگه هیچ چی نمیتونی ببینی. از بچه اگه یکی بشیم به بعضیاتون یه 10 تا اکانت یه ویدیو میسازم، 10 تا اکانت تک بهتون قرعه کشی میکنم به سابسکرایبر کانالمون که شما این یه 10 تا همینطوری شانسی میزنم سرش. البته وبکم که نمیتونم بزنم چشای خودمو ببندم، واقعا خودم چشامو میبندم همینطوری میام پایین یا میرم بالا سر یه دونه از شما میزنم. حالا اگه شانسی در اگه دوباره شما در بیاین یکی دیگه رو انتخاب میکنم. بچه‌ها یه جوری شده یه ادیتورم دارم اوکی میکنم که بیاد کنه قشنگ بچسبه ادیتینا قشنگ بزنه، چون واقعا میبینین یه خوده داره کیفیت ویدیو داره میره بالا، چون فعلا داره دست یکی هستش ادیتوره. حالا فعلا نمیخوام چیز باشه. حتی من پخش زنده هم اوکی میکنم فعلا، الان وقتش نیست، نه جاشو دارم، نه مثلا جای اتاق داشتن، مثلا اتاق خودم ندارم جدا که براتون بیام چیز بذارم، چیز اتاق ندارم جدا. ولی اگه یه بار اتاقم اوکی شد، سابم خوب بود، خانواده‌مون زیاد بود، ساب که زشته بگم، خانواده‌مون زیاد بود، میدونم که جمعیت زیاده، میتونیم ببینین آدم مثلا زیاد میاد ببینه. خب اگه اینطوری بود میام یه دونه اتاق قشنگ میچینم، حالا سلیقه هر جور سلیقه‌ای که دوست داشتین یا هر سلیقه‌ای که دیدم هم خودم خوشم میاد هم شما، یه وبکم میذاریم و پخش زنده اوکی میکنیم. ولی پخش زنده هم میخوای بگیری با گوشی، اگه گوشی فقط داشته باشی سیستم نداشته باشی اینطوری خود سخت. مثلا تو باید چجوری بهت بگم، گوشی از نمای پشت بگیری دوئل بگیری. البته شاید این کارو بکنم چون فعلا
پولم نه به سیستم میرسه. آیپد هم میشه این کار کرد، ولی بازم آیپد بخوای این کار کنی بازم وصلش کنی به سیستم که بشه این کار کرد. و بچه ها اگه به 2K رسیدیم، حالا تو 1Kش موندیم، اگه به 1K رسیدیم 2K شدیم، میگم آیپد خوبه بخریم یا همون گوشی با گوشی پلی بدیم خوبه؟ من میگم آیپد هم خوبه، یه سبک دیگه است، گوشی هم یه سبک دیگه است، همشون خوبن. ولی گوشی رو تو همه جا میتونی بری، ولی آیپد میدونی واسه بازیه، یا واسه بازی هم نباشه جایی مثلا گوشی رو میذاری تو جیبت. البته گوشی ها هم انقدر سنگینن ها، گوشی چه هست کنم، انگار داری یه نفر دیگه هم داری میبری با خودت، انقدر سنگینه بچه ها. ولی من نمیدونم چجوری تو این دست وینو گرفتیم، من همطوری شانسی ها، چند بارم منو زدن، این دفعه هم میبردم دیگه مرده بودم، ولی خوب بود، یه دست میارزید واسه یه دست این حرکت رو بزنم، ولی دیگه واسه دستای بعدی به درد نمیخورد. بعد همین دیگه بچه ها، چی بگم، بستگی به شما داره، اگه ببینم حمایت میشیم. من حمایت بین چجوریه، انرژی بگیرم که دقیقا یه ویدیو ادیت میزنم، پول میدم به یارو که ادیت بزنه، حداقل دارم میدونم وقتمو میذارم، اینترنتمو میذارم، چیزامو میذارم، حداقل میدونم که یارو میبینه، میتونه مثلا چجوری بهت بگم، انرژی بگیرم ادامه میدم دیگه. اگه ببینم نه انرژی چیز نیست، خب خسته میشه آدم، بعد چند وقت آدم خسته میشه ادامه نمیده. ولی بچه ها من بهتون قول میدم سریع به 10,000 تا هم میرسیم. هر یوتیوبری که بگین هم دوئل میزنی، ولی من سابقه اولیمو عکس دارم، به اونا که 10,000 تا شدین یه چیزایی میدم، یه اکانتایی میدم خودشون کیف کنن. الان درست بگم 700 بکنم 79 داریم یا 82، 600 تایی بشین تموم بشه بریم دیگه که 900 تا هم تموم کنی بریم. بچه‌ها من زیاد حرف میزنم جدیدن، من کلا زیاد صحبت نمی‌کنم تو ویدیو، ولی آخرای ویدیو من زیاد صحبت میکنم، آخراش هم تموم میشه. بچه‌ها من دیگه حرف نمیزنم و مرسی که تا آخر این ویدیو بودین. خداحافظ.